دوستای عزیز سلام، امیدوارم هر جایی که هستید خوش و تندرست و سر حال باشید. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های ما. خوشحالم که یک بار دیگر من لیاقت حسینی با همکارم سید محمد طاهری در گزارش از کوهپایه در خدمت شما قرار داریم. ما امروز در قریه جوزری آمدیم تا تمرینات اسکی با همکاری با میان آلپاین اسکی کلاب را برای شما به تصویر بکشیم. شما هم تا آخر برنامه با ما باشید. دوستای عزیز فعلا سلطان علی سرمربی اسکی کلاب الله نظر با ماست. بیشتر از خودش پرسان میکنم. سلام سلطان علی جان، خسته نباشید. سلامت باشی آقا جان، خوب صحت خوب سلامتی. سلامت باشی، بخیر باشید. چطور بود تمرینات امروز از نظر خودت؟ عالی بود والله، بسیار تمرین خوب، فوق العاده. شاگردان ان شاء الله خیلی خوب شده. دیگه تقریبا 9 بجه شروع می‌کنیم تا 1:30-2 بجه را این تمرین می‌کنیم. اینو که به خود اختیاریت می‌کنیم، کسی ممانعت و مزاحمت نیست در هیچ نگاه. امروز شما چند نفر تمرین دادید در پست اسکی؟ امروز تقریبا حدود 18-19 نفر بود. بازی نفر چند نفرش اسکی چوبی داشتن و چند نفر از اسکی حرفه‌ای؟ حرفه‌ای یک 6 دانه بود، چوبی تقریبا دیگه از 12 و 13 زیادتر بودن. 18 نفر که 6 حرفه‌ای بود، دیگه چوبی بود. چند نفر شما چند را شده که همین تمرینات اسکی را در این پست شروع کردید؟ تقریبا امروز روز چهارم بخیر دیگه. این 4 روز میشه که دمی پست تمرین می‌کنم. همی تو خود چند همی در مدتی که اسکی را تمرین کردی، از اسکی کدام خاطره خوش یا خاطره بد داره؟ خاطره خوش از این نمیه که یک وقت اگر شاگردان مثلا کوشش کنه قهرمانی زرگزمت بیاره، خود چه افتخاری از ما و جامعه و وطن و افغانستان ستم دیده. خب تشکر سلطان علی جان، خسته نباشید. موفق باشید. دوستای عزیزی بود گفتگوی ما همراه سلطان علی سرمربی اسکی کلاب الله نظر. در ادامه با ما باشید. دوستای عزیز فعلا در پالوی ما یک از کسایی هست که امروز در این پست اسکی تمرین کرده و بیشتر از خودش پرسان میکنیم. برار مانده نباشید. جور باشید. نام چیه؟ بر بیننده خودم معرفی کن. یوسف نام تو. چطور بود امروز اسکی و همچنین تمریناتی که در این پست خود انجام داده؟ صد بسیار خوب بود دیگه. یک مشکلی اسکی داشتی دیگه، برف خوب بود دیگه، خوب تمرین دادیم. باز چند روز شده خودت در این پست اسکی تمرین میکنی؟ خود من در پست تمرین امروز 4 روز میشه. همین در مدت از 4 روز خود تو کدام تغییراتی در خود حس میکنی که مثلا در تو تغییرات آمده شده که در سرعت اسکی تو مثلا؟ نه استاد دیگه تغییرات قدر کنم یا لیکن برف خرابه دیگه. خب تشکر برار مانده نباشید. جور باشید. دوستای عزیز این بود گفتگوی ما همراه شخصی که اینجا امروز اسکی تمرین کرده. در ادامه با ما باشید.
دوستای عزیز، فعلا هم سید محمد طاهری یک از اعضای بامیان آلپاین اسکی کلاب با ماست و بیشتر درباره جزئیات برنامه امروز از خودشان پرسان میکنیم. سلام سید محمد جان، خسته نباشید. سلام علیکم به شما و بیننده شما، بسیار خوش آمدید به تمرین امروز. تشکر. امی برنامه امروز چگونه بود؟ برنامه تمرینات البته. والا وقتی که ما در قریه‌های مختلف ما قد انگیزهای مختلف، شوق‌های مختلف، امیدهای مختلف روبرو میشیم. امروز آمدیم قریه جوزری در دکانی که تیم اسکی الان نظر به باج تمرین داشتن. واقعا خیلی امید بخش بود، بچه‌ها با انگیزه، سر شوق، پر انرژی، خیلی یک تمرین خوب داشتن. ما امروز دیدیم که بچه‌ها بالای برفگاه اسکی میکردن. تفاوت بالای اسکی کردن بالای برفگاه و برف نرم چه رقم است؟ والا اینا اگه وسایل خوب می داشتن که اسکی در پایش بالای کو میرفتن خیلی خوب بود. دیگه در اون صورت برف نرم یک میدان خیلی خوب بود به خاطر تمرین زیاد. ولی گزینه که فعلا یا انتخاب کرده تمرین روی برفگاه خیلی یک انتخاب خوب است، به خاطر هم بالا رفتن راحت است، چون برفگاه در زیر محکم شده. دیگه سر برفگاه حدود 3 سانتی یا 4 سانتی برف نرم است. دیگه هم در بالا رفتن برای زیاد راحته که در مسابقه تمرین میشه و هم در پایین آمدن نمیتونه سرعت خوب بگیره، سرعت خود به راحتی کنترل کنه. یعنی برف یک وضعیتی یک نوع افتاده خود داره. خب امروز شما انگیزه امی بچهای اسکی کلاب الان نظر چگونه دیدید؟ قسمی که گفتم تمرینای از خیلی عالی بود. من از استادشون سلطان علی کشتمن تشکر میکنم به خاطر خیلی خوب هماهنگی رو انجام داده. دیگه نظمی خیلی خوب برقرار کرده در بین تیم. دیگه بچه‌ها خیلی با انگیزه، پر انرژی، پر شوق بودن. بسیار عالی بود. تشکر سید محمد جان. خسته نباشید. زنده باشین. تشکر شما. دوستای عزیزی بود برنامه امروز ما. امیدوارم که برنامه ما خوشتان آمده باشد. چینل ما را لایک، سابسکرایب کنید تا برنامه بعد که دوباره ما در خدمتتون قرار میگیرم. بدرود.